سلام و درودی به پایان نثار یکایک شما دانش آموزان و زبان آموزان گرامی. درسی 20 است از سلسله درس‌های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1، یعنی از کتاب یکمش. و در اینجا یکم آمده است ملک خانم، خوش آمدین دختر غریب ملک. فری فایر. السلام علیکم. و علیکم السلام. بار دیگر خوش آمدین. تشکر برای آمدن و دستگیری کردن. Muhojir bacha omadan. Muhojir bacha, привет всем, друзья. Ассаламу алейкум, Таджикистан. Ва алейкум ассалам. Хуш омадин, добро пожаловать, привет. Мелек дуюм лайк, ташаккур. Феюл мани хира ба омадам. Не хира нагина, баръакс мо хушҳол мешем. Muhojir bacha дуюм лайки ва ташаккури зиёд барои лайкотон. فیو دویم لایک تشکر. دویم ما بدون تپکی خیر انشالله. خیلی بعضی وقت میشه و مثلا نگاه کنیم حاضر مثلا از اینجا افیر رفته است، این اینجا 6 نشون میده. بعضی وقت هم خیلی میشه مثلا 6 لایک، وقتی من زیر میکنم در حال شاید که 9 شود، یا هم وقتی که من زیر میکنم شاید که برابر من با چند کس دیگه زیر کرده. یا کنیم وقتی 6 بود من زیر کردم الکی اینجا 8 نشون میده. به همین خاطر در وقت میشه که یکم لایک 3 کس بچخن یا زیادتر مثلا. خب دخترک غریب ملک خنده دارن. زیبای پا ششم لایک، تشکر زیاد. دخترک غریب ملک او ششم لایک میگه. موجی بچه اوخی یکم بود من زیر کردم دوشید. بله بعضی وقت همون خیلی نشون میده، یعنی یکمش شما زیر میکنین، دوم در همون وقت که شما زیر میکنین مثلا 3-4 کس دیگه زیر کردید امروز مثلا. باز هر کس فکر میکنه که دویم من بودم مثلا. همه کسا خوش زیبای سپاه میگن همه کسا خوش آمدین. لایک رو فراموش نسازید. تشکر برای دستگیریتون. الکی 11 لایک شد از 6 نفر. 11 لایک 6 نفر تماشا دارن. خب کی اومدین؟ ناو کی بود در افیری پیشکی گفت که دوگوار ساعتی 8 بود. نامش فراموش کردم. خب نامش چیزی که باشه، نامتون چیزی که باشه برادرم اینجا باشین. خب این درسی که ساعتی 8 وعده کردیم با یک کم تأخیر دیر کردن خوب سرش کردیم. موجیر باشه خیر از بار بودشوی نداره، درس دوام میتیم. خوش آمدین همه کسا. دکتره که غریب میگه کراچی جنگ نکنیم. یکم من در آمدم، دویم لایک هم موندم. معلوم نه که دوتایی موندیم 6 نفر. تشکر زیاد. سلامت باشین. در افیری پیشکی نه نامشون چی بود؟ فراموش کردم. خب موجی بچه همون را میگم بیا جنگ رزبار نکنیم که داد رزبار نداره. خب در درسی دیروزه درس دیروزه یا درس گذشته از زبان انگلیسی چی بود؟ درس کی میدونسته باشه؟ یگون کس هسته که واقعا همین درس های ما را وظیفه هایش را تیار کنه و بنویسه.
بعضی وقت ما خودمون فراموش میکنیم که در کدام صحیفه بودیم. اگر دوستانی باشن که یاردم کنن خیلی خوشحال میشم که مقصد اکا یا دادا یا معلم در فلان صحیفه بودیم یا که در فلان موضوع رسیده بودیم. خب اینجا را گرفته بودیم. خب کی باشد؟ Possessive adjectives اینجا را با فیلم گرفتگیم. بله اینجا را گرفتگیم. Possessive adjectives Possessive apostrophe s رو نیز گرفتیم. کلمه سوالی what رو نیز گرفتیم. have got امروز موضوع درس چی است؟ have got یعنی داشتن، مالک بودن، صاحب بودن معنیش می شود. دخترک غریب ملک ما یکم بار در درس انگلیسیتون خوش آمدین. دخترک غریب ملک. خب موجه بچه معلم با ما را نگوی که ما بالا را نمیفهم یا میدرم رازبورچه میکنم میرم. خب هیچ گپ ندارد ملک الو او. خب موضوع درس امروزه have got چی معنی دارد؟ have یعنی اگر با همراه got آید یعنی have got به معنای داشتن می شود، مالک بودن، صاحب بودن. مثلا میگیم که I have got a cup. I have got a cup. مثلا من یک استکان دارم. بیا باید چوی باشه. برای چای بنوشیم حق ساز شود. یا برای چای چیه؟ امبیری ای زنجبیل با زبان عربی و با زبان ترکی زنجفیل و روسی امبیر میشه. شد تیزه. ما حاضر شدم مهمان. خب مهمان باشین خیلی از این درس دقت دهیم تا که درس آینده بپرسین تون. موجه بچه بخون آینده خوب داری نبیره ببوش. شیرالی تبارف اوش. شیرالی شما بدنیم پرزدین در درس آمدین خیلی خوب بهترین. دخترک غریب ملک میخندن فیو باشتون شود شد. خب تشکر پای فیو دست خواهی وارد خوش آمدین ملک. موجود بچه امپیر خوردگی هم هر کس نمیتونه خورده ها. بله امبیر میشه روسی جدا. نبار بینیم با ندرست چی نکنیمش در ویدیو ندرست ثبت نشه. امبیر بفکرم امبیر. بله امبیر میشه این نمیه. خب کی باشد؟ این امبیر اگر قطعی لیمون بخوری زوره یعنی که میشهش خورده هم وخشه توخه بنیهات چی از این خیلی تیزی چیه. کازان تجه استاد دادار خوب هستی. شکری خدا تنجه اپای کازان خوش آمدین. السلام علیکم دوستان گفتن و علیکم السلام خوش آمدین. 12 لایک گفتن اپای کازان تشکر ایجاد برای لایک. شیرالی تبارک معلم دیتا دای امبیر میخوری. نه راستی من چای چی میگن چای سیاه خورده نمیتونم. یا چای میوگی میخورم یا امبیر میخورم یا چای لیمونی میخورم یا پودینگی میخورم. همین چای علفی بگیم میخورم ده. این چای پرستوی نه چایی که چای سیاه چای خیلی قبول میگم که را خورده نمیتونم خیلی. اگه بعضی وقت میخورم خیلی یورا بگم که خوبتر برتری میدونم یورا. چای طبیعی را ده یا 100% طبیعی هم. موجود بچه علیکم السلام خوش آمدین. استاد دادار خوب از جواب دادیم.
لایک باتون کزن دختری غریب میگه ای تلفن میگوی مرحمت اگر در پیشتون باشون ای تلفن میگوی مرحمت اگر در پیشتون باشون نفهمیدم کی را گفتستین فیو این بیر میشه معلم بله کزن تیجه حاکم جان دودای اپر سلامت سربلند باشه شما هم اپر کزن تیجه فیو سازی نغزی سیمپل میم بار دیگر سلام به همه و علیکم سلام سیمپل میم خوش آمدین 13 لایک تشکر کزن تیجه استاد همه بلاگرها را قطعشون که گپ زدی در آخر سخن همون لایک فراموش نکن نگفته سخن میکنه خیلی که پیش همین دختر برای اپتک افروی میکنه همین خیلی سفا پیش معلم برای میگه کتاب بخون پیش بلاگ رفتی میگه لایک بمون خب در درس نمیگذاریم معذرت که کمی این موضوع برآمدیم در اینجا در رسم یکم نگاه کنین I've got a surprise for you یعنی من یک سورپرایز دارم برای شما در اینجا نگاه کنیم I've آمده است I've از اینجا خوبتر نشون میدیم I've مثلا I've این خیلی آمده است اما این در اصل این خیلی نوشته میشه I have اما در معنی هر دوش یک است مثلا I've got I have got من دارم یعنی هر دوش در معنی یک است فقط اینش یکمش باشد شکلی کوتاه کرده شده شکلی اختصار شده دیمش باشد شکلی پره در کتاب بسیارتر شکلی کوتاه شده را میارن بنابراین اگر این خیلی I've خونده می شود اگر این خیلی یعنی اون چیزی که در طرف دستی راست است I have got می شود راست معلم همه کسبی خچه داره بله موجب باشه معلم بخشش زیاد سوال و جواب که میشه درباره زندگی درباره دیگر چیزا سوال جواب روز یکشنبه آخران سوال جوابه بعد به همون خطی برنامه سوال جواب پوشیده اعلان میکنیم خب نه یه وقتا سوال جواب میکردم که دیگر نکردستن نه کردستیم هر روز یک شنبه است 9 قسم کردیم که نهم سلسله فیلم شد سلسله رنگ هم کینوی ترکی شد نهم قسمش بود یعنی دهم قسمش روز یک شنبه و همین خطی باید تمام میشه شرالی تبارف معلم این خز زبون چخیل یاد گرفته چند خز زبون هم یک دو سه زبون میدونیم که خز زبونی پرام نمیدونیم با خودآموزی یاد گرفتیم که شرالی جان همین خودآموزی کردگیم طریق اینترنت طریق برنامه اسکایپ دونیم برنامه زوم و بعضی درسای بگیم که طریق مرکزهای زبان آموزی هم هستن یعنی در عموم اگر بگیم خودآموزی کردگیم ای پیش خودمون بگیم که کوشش کردگیم میگم دانشگاه ختم کردگی نیستن درباره زبان ها فهمم من یک تشته بودم الان موجود بچه میگم بله خب در این جزای میگه که I've got a surprise for you من برای شما یک سورپرایز دارم سورپرایز گفته تحفه ناگهانی را میگن هدیه ناگهانی خب دیگر این سورپرایز در همه زبان ها لکه در آمدگی است در تاجیکی هم سورپرایز استفاده میشه در روسی هم سورپرایز استفاده میشه و خب در اینجا
یامی آمده است. یامی یا با لذت میشید یا که با مزه میشید. همیشه کی وقت داره یک بار بینش یا که بینیم در یک جایی. یامی یا با لذت میشید یا که با مزه به معنا بود. که با خاطر میگیم بینیم که خطا نرود در شما. مثلا لذیذ میشید از ما برای لذیذ با لذت، لذیذ، جالب، خوشمزه، زیبا با چند معنا هم می آمده است. به زبان روسی بینیم که به زبان روسی вкуснятина، вкусный، به زبان تاجیکی لذیذ، به زبان فارسی لذیذ، جالب، به زبان عربی لذیذ، طیب المذاق، لذیذ، به زبان ترکی نفیس، لذتلی، حرکه. خب یعنی یمی به معنای همون لذیذ، زیبا، خوش، به همین معناها. وقتی در اینجا گفت که من یک سورپرایز دارم برای شما، بعدا این برین گفت که یمی یعنی خیلی زیبا است، خیلی با لذت است، با مزه است، لذیذ است. chocolate eggs یعنی شکلات تخمی. معذرت دوستان، تخمی شکلاتی یعنی تخم است در شکل شکلات است در شکل تخم میگیم. تخمی شکلاتی یعنی با مزه است. خب اینجا یکم کس برای سوال دیگه سوخی. شیرالی تبر ما 5 سال روسیه داریم، روسیه گپ زدن نمیتونم. خب کم کم بخونین، یعنی کم کم کتابا رو بخونین، خیلی درس‌ها رو گوش کنین، تماشا کنین، اشتراک کنین و باز فرصتی کلونه که شما در روسیه هستین هم میخونین هم استفاده میکنین، زور یاد میگیرین. بهترین یاد میگیرین. مثلا یک نماز ما و شما انگلیسی مختصیم. اگر یک نفر امریکا برود، در امریکا زبان انگلیسی را هم بآموزه هم گپ زنه، وای در یک ماه یاد میگیره. نه که ما فقط میخونیم، ما دیرتر یاد میگیریم. شاید که 6 ماه بکشه، شاید 1 سال بکشه. زبان روسی که شما ذکر کردین به مثل همین است. یعنی شما در روسیه هستین، هم اگر از یوتیوب بخونین زبان روسی را بآموزین و هم باز گپ زنین، شما تستر یاد میگیرین. از ما دیده، از یک نفر دیگه دیده که اونها در روسیه نیستن، از اونها را شما تستر یاد میگیرین زبان ها. من میخوام یکم کانال سوال و جواب درباره زندگی شود. خیلی کو دوستان اگر اومده باشن، آدمای کانال دارن، یکم سوال جوابی درباره زندگی تشکیل کنن. کو بگین چه خیلی یاد گیرم. گفتم که نه که شیرالی تبارک ملک خانم اکای مصطفی کیتا اسکیره میدونه؟ نه کیتا اسکیره وزیرش نمیدونه. 5 سال در روسیه را نمیدونه. نه زیباجان ما همینقدر موجود باشه. من انگلیسی را بالا را نمیفهمیدم، بعد با واسطه تلفن هیچ اوشا سوال دادم، این حرف چخیله، بعد یاد گرفتیم کم بیش خوندشم میتونم. نه که با روچکه نوشته نمیتونم، با تلفن میتونم خونده و نوشته. بهترین، خیلی خوب. اگر در یگان رو کار کنی باید بدانی که با فکر که مهاجر بچه‌ها که با فکر ما با گپ یاد میگیری زودتر. اگر در همه روسیه باشی، قطعی روسا کار کنی، خودشون اشاره میکنن اگر نفهمی. بله اگر در روسیه در باشین تستر یاد میگیرید. خب بخشش باشید باز بیاین همین درس حقا یه صحیفه بگیریم، بعد با کمیتر میخونیم انشالله. Have you got a chocolate egg for me? اینجا کی گفت که برین گفت که آیا تو برای من تخم شکلاتی داری؟ زوی گفت که yes I have، بله دارم. Here you are، مرحمت.
here you are مرحمت بفرمایید میشود. مرحمت بفرمایید. خب به معنای همین است یعنی. و کار که در اینجا باشد I haven't got a chocolate egg. میگه ما تخم شکلاتی ندارم. یعنی فریاد کرده است، یک قطره اشکم اومده است، شاید گریه هم داشته باشه. در اصل میسیم یا کنیم توتی میگه look they've got a model plane. میگه نگاه کنین اونها هواپیمای نمونوی دارن. هواپیمای زمانوی. مدل گفته نمونوی میشوه، زمانوی میشوه. look they've got a model plane. نگاه کنین اونها هواپیمای یک سمالیاتی بگیم نمونوی دارن، زمانوی. بعدا برین میگه که where کجا، یعنی مقصد در کجا یعنی هر سه نفر میروند با تماشای هواپیما، همون سمالیات. بعدا اینجا توتی را در رسم چهارم نگاه کنین now I have got 3 chocolate eggs. میگه نگاه کنین من حاضر 3 تا تخم شکلاتی دارم. 3 تا. برای که ویا را فهم کرد ویا مشغول تماشای چی شدن؟ هواپیما شدن و توتی صاحب تخم شد. خب سید بای اومدن hello dear teacher hello welcome. خب اینجا فهمیدیم. اکنون میگذاریم در قسمت گراماتیکا. اگر ما بخوایم که با have got جمله های خبری بسازیم، جمله های تصدیقی بسازیم، میگیم که I have got a chocolate egg. من مثلا تخم شکلاتی دارم. یعنی که I've شکلی کوتاه شده شما میگیم I've got یا I have got. هر دوش درسته و هر دوش یک معنا داره. یعنی که you have got a model plane. تو یک سمالیاتی، یک هواپیمای نمونوی داری. یعنی که مثلا we have got a book. ما کتاب داریم. یا we have got books. ما کتاب ها داریم. you have got خب a cup. you have got a cup یعنی تو استکان داری یا شما استکان دارید. they have got a computer. اونها کامپیوتر دارن. اینها جمله های خبری هستند. خب پای کازن کانال چون نوشتم نفهمیدم منظورشون چی بود. من کامنت‌های بالا رو چی نکردم. خب اکنون اگر بگیم که من ندارم چی، یعنی این کار کنیم، بگیم که من ندارم یا ما نداریم یا شما نداریم، میگیم که I have not got یعنی من ندارم. اما با شکل مختصر یا که اختصار شده، کوتاه شده I haven't got a chocolate egg. من تخم شکلاتی ندارم. You haven't got a book. تو کتاب نداری. We haven't got a model plane. ما سمالیات نمونوی نداریم. You haven't got a pencil. شما قلم نداره. They haven't got a cell phone. اونها تلفن دستی ندارن. خب این بود جمله های انکاری، یعنی انکار میکنه. من ندارم مثلا. خب مثلا اگر بگم که من شبکه ندارم I haven't got a cap. من شبکه ندارم یا کلاه ندارم مثلا. اما اگر بخوایم که یک نفر سوال کنیم چی؟ اگر بخوایم که سوال کنیم که تو داری همه چیز یا که نداری، پس همون فعل یاری دهنده را، همون have رو میاریم در اول میمونیم. خب در اول میمونیم، پس میشه جمله سوالی. مثلا Have I got a chocolate egg? آیا من تخم شکلاتی دارم؟ Have I got have میاریم، جانشین های شخصی را میاریم، بعدا این فعل
یاری دهنده got یعنی فعل got رو میاریم. I got a chocolate egg. آیا من تخم شکلاتی دارم؟ خب have you مهاجر بچه have you مهاجر بچه got a pencil. آیا تو قلم داری؟ have we همون have we got books. have we got books. آیا ما کتاب ها داریم؟ خب have you آیا شما have you got notebooks دفتر دارین شما؟ have اونها have they got a computer. آیا اونها کامپیوتر دارن؟ اینها جمله های سوالی هستند. اگر بخوایم که جواب بدیم ها یا نه، این را میگن که short answers، جواب های کوتاه. مثلا یک نفر مرا پرسید که have you got a pencil. آیا تو قلم داری؟ میگم yes I have. اگر نداشته باشم چی؟ میگم no I haven't. من ندارم. no I haven't. خب اینها جمله های جوابی هستند. yes I have, yes you have, yes we have, yes you have, yes they have. جمله های جوابی انکاری یا منفی no I haven't, no you haven't, no we haven't, no you haven't, no they haven't. این بود شکلی گراماتیکی درباره فعل have got. اگر فهمیده توانسته باشم خیلی خوشحالم، اگر نتوانسته باشم خیلی معذرت میخوام که همین قدر علم داریم. مهاجر بچه دخترک غریب مامای بیبی اسماعیلی کوتا اوتون که ساعتی فیلم میزنن. بله دوستان گرامی، امکان باشه هم اسماعیلی کوتون رو کل کنن که میگن ضرر داره. said boy I have not got. جمله انکاری I have not got. بله یعنی I have not got من ندارم. میشه به همین قدر یک نفر گفت که داری، میگه I have، شما نوشتین که I have not got، باید که دوام بدین که چی ندارین said boy. اما اگر جمله انکاری باشه no I haven't یعنی کوتاه no I haven't دیگر got رو در آخر نمیاریم اگر جوابی کوتاه در نظر داشته باشه. مهاجر بچه یک تا یا دو تا ممکنه. تمام دخترک غریب ملک میگه بطه دلشون حقارت دارن تا کجا میشنوی اگر بلندتنی بگن. مهاجر بچه راست میگه دخترک غریب قطعی همین اسماعیلیکو خوش روه. said boy have you got a cup. بله درست. آیا تو استکان داری؟ یا شما استکان دارین؟ مهاجر بچه قلم دارم. بهترین قلم داشته باشیم بهترین. نام رو کی را بنویسم معلم؟ خب نه دارم. خب said boy yes I haven't got. نه said boy وقتی که yes نوشتین دیگر haven't نمیاریم. مثلا yes I have اما اگر haven't آوردنی باشین یعنی اگر بگن که نه من ندارم مثلا no I haven't خب دیگر got رو نمیاریم. اگر yes را آوردیم have میاریم. اگر haven't گفتنی باشیم در اول جمله no میاریم. کازم تجه کلین پیشی استاد یک پیاله چای مون استاد تشنه نمونه با خب تشکر زیاد برای کازان چای مونم تیاج دادن یکی میارم بایوزی. خب دختره که غریب ملک ساعتی یکی شو تا قلم میکنم که افیر تمام میشود. مهاجر بچه قلم در کارتای. دختره که غریب اکای مصطفی برای چی ممکن نیست بسیار سومالی نمیدونم. راستی هم بلاگرهای کلان هم خیلی میگن یعنی همون آدمایی که یک کمتر معلومات دارن در همین ساحه یوتیوب میگن ضرر داره چون من خود معلوماتی پره ندارم. راستی ساعت افیره نمیته اسماعیلیک
این همه خیلی که درس گذاشتم اون ساعت کم اومده بود. هر درس می اومد یکم 20 ساعت 18 ساعت خیلی می اومد، یعنی هر روز هر درس نه هر روز. اما درس روزی گذشته خب 12 ساعت اومده. خب دختره که داریم میگه که اینا ادالت کردن بهترین. خب با بگیریم یا که بسه، اگر بگیریم تمرین کار میکنیم. با فکر ما باشه بیاین تمرین کار کنیم اگر بخواین، اگر نخواین خب به درس دیگه میمونیم تمرین کار کنیم. موجود باشه البته با نگوی شما مونده دیگه سعی هم معلم کی مونده سعی اسماعیلی بسیار ولی دیده است موجود باشه حاکم جانی فرخاری را براسون میگی اسماعیلی نمونه فهمیدی ایش که نفهمه. دنیا ورد hello to everyone. Hello دنیا ورد welcome. Simpleman تمرین کار میکنیم بهترین. Simpleman hi hello. خب تمرین کار کنیم اگر موجود باشه میخوانم با مونده اسماعیلی کازم تجه استاد ما هیچ چیز نمیدونم دست آورده کنم خیلی نگی نپا. خب بازی ما یک قلم بگیریم بعد یک جای کار کنیم. باز ما از زمانه بزنیم اون خونه یکون چای اول باشه زمانه که موران یکنیم. خب خیلی من نمیدونستم که ممکن نیست معلم دوام تن دو درکوی ما اومدن جواب میدونم میگوی. خب بازی دوام تن نه جواب میتن پای کزن تجربه کنیم ما میدونم میگوی. دنیا ورد how are you are you fine inshallah we are fine or I am fine and you موجود باشه زور کن ملک خنده شیرالی تبارف با درس دیگه دکتر غریب زور بود از که شیرالی وزیرش بسه موجود باشه دنیا بر سوزی خوبی همشهری. خب شیرالی تبارف بعضی رو بفتیستم دوام میتیم مالش اگر بگیم که دوام نتیم خب چند نفر اینجا 13 نفر اگر 5 نفر اگر باید دوام نتیم بس کنیم موزیه را نه که تمرین بود آسان بود فیلم خب وقت نمیگرده. خب چه خیلی که شما دا معقول باشون برای ما مشکل نیست برای ما وقتم هست گفته رفتن میگیریم چه خیلی که شما دا معقول باشون که ایمی 13 نفر که چند کس میگه که دوام تیم چند کس میگه باید درس دیگر همون نمیشه یعنی چیزی که شما بگید ما یکون چی نداریم بعضا ما روز میگن یکون پریتنزی نداریم کازم تجه استود دیوال خونه را نگرداریم با همه دیچوی بود در بلای هنگه نمون حاکم جان شدوانه الله نیربان خودسازی حاکم جان آخی شما یک مایده میدانید ما هیچ شیره نمیدونم شیره تبارف امی قش سر مونده درایه. خب سیپلمنت در همه نشان نمیته چند نفره فهمون چون دمه 13 نشان دیسته. Thank you. خب خب فعل دوام 10 یک نفر you can continue teacher 2 نفر سلام علیکم صدای فورم و علیکم سلام خوش آمدین. سیمپلمن تمرین میکنیم 3 نفر ما فقط برای دستگیری اومدم سلامت باشین ملک من نمیدونم موجود باشه فورم صدای فورم سوزی حاکم جون اینم جده خربوزه خودش شدیم
اشتیای تو مپای کزن مندم 13 نفر دفعه میگن شیراز تبرک صدا آمد چای رسید. بله صدای فورم سمالیاتات فرتالیت موجه بچش بریخت رحمت معلمونه با یک متر سونتون با میروند بچه شوخن. بله استاد جنگه زوری داره چی؟ نه بچه ما دو دسته بود که یه بار بگیرش که در افیر نویه خوبه برای افیر برای کودکا نیست که اونجا انتخاب میکنی افیر برای کودک میمونیش برای غیر کودکا. خب تمرین کار میکنیم. تمرین در اینجا نگاه کنیم دوستان عزیز میگه look choose and write نگاه کن انتخاب کن و نویس. در اینجا فانی اومده است نوسس فانی نوسس یعنی بینی های خنداور عجایب پیتزا یعنی پیتزا این ایسکریم یخموس بیگ فیت قدم های کلان گرین بایک دوچرخه سبز. همین عباره ها رو و همین کلمه ها رو در جای های خالگی نوشتن نکن. یعنی یک تیشه خودش نوشته است میگه I've got an ice cream یعنی من یخموس دارم. خب در رقم 2 چی میاد؟ در رقم 2 we فیو یانگا نه بچه شما بود کازم جان نه یانگا قطعی بچه آمده بود یانگا تون اویدم قطعی بچه میگنده. خب simple man we have got a pizza okay. خب اینجا we have got a pizza درست نویسیمش we have میشه بنویسیمش میشه we've got a pizza. خب کار کردیم we have got a pizza ما پیتزا داریم. رقمی 3 یو چی میاد در رقم 3؟ فاروقشا پیتزا بله درسته تشکر فاروقشا. از این بجون یک تایده کزانتیجه پای کزانتیجه نوستم شیرالی تبارف تربوزی خلبزگی پیزه بای دختره که گریب استن کنیم موجه بچه نیروست نیم بخلا. خب simple man you have got big feet بله you خب خیلی که شما نویسیم میشود که با شکل کوتاه شدهش هم بنویسیم you یعنی که you have got a نمیاد چون که feet جمعه you have got big feet بله درست. رقم 4 چی میاد؟ مختلف که زده ملی قسم نخ باور کردم موجه بچه میکشیش درونش زرده کنازه که مگر بیزده فروشو بیگ فیت بله درست تشکر فروشو نوشته کزان تجه حکمیان خود قبضه و خیلی لفظی ایو را خودت نداری موجه بچه یکم میوه را یا تربوز خربزه را بیمزه بوشه او را بیمزه بیتن درست نیست. Simple man I've got a green bike درست فروشو a green bike درست بهترین I've got خب a green
bike. A green bike. درست. بهترین. اکنون رقم 5 آخرون. رقم 5 چی میاد؟ در بالا نیا کنیم. خب این اختیار کردیم. گرین بایک رو اختیار کردیم. خب بیگ فیت رو نیز انتخاب کردیم. پیتزا رو نیز انتخاب کردیم. چی موند؟ دنیا ول I have got a green bike. درست. تشکر دکتر ملک. برای چی ممکن نیست نمی‌مازای موجود باشه درست پیش فروشو فانی نوزس. بله فانی نوزس می شود. They have got funny noses. بله که دنیا ورد. رسول لطیف السلام علیکم. و علیکم السلام برادر رسول لطیف. تشکر زیاد برای آمدنتون. علیکم السلام خوش آمدین. چه حال دارین؟ خوبین؟ تنجین؟ Simple man they've got funny noses. بله درسته. They've got funny noses. خب تشکر. اوکی مصطفی کی افر تمام میشه. اگر شما بگی روزی تمامش کنید تمامش میکنیم. یعنی در روزی باشه باشه اگر روزی تمامش میکنیم. اگر بگین دوام میتین یعنی وابسته به شما. ما گفتیم تمرین کار کنیم. قاین مثلا که 3-4 جمله تمرین کار کردیم. اگر بخواین یعنی 2 تمرین دیگه موندگیه. این میخواد. اگر بخواین این میخواد. اگر بگین که نه بسه خیلی بسش میکنیم. معلم دوامتین. خب دوامتین شد. رسول لطیف میشه شکر سازیم. 14 لایک پیشو پیش دادم. سلامت باشین. تشکر برادر رسول لطیف. خب دوامتین اگر نیا کنیم. Write the negative یعنی جمله انکاری رو بنویسین. در اینجا جمله ها همه جمله های تصدیقی هستند. جمله های خبری هستند. کمتر کلانش کنیم. جمله های خبری هستند. خب این جمله های خبری را گرفته جمله های انکاری کردن در کار. گرفته جمله های انکاری کردن در کار. جمله های منفی. نیا کنیم. They've got a model car. اونها ماشین نمونوی دارن. در اینجا میگه که they haven't got a model car. اونها ماشین نمونوی ندارن. خب رقم دیگه میشه چخیل بنویسیم. سیمپل من ما دیگه گپ ندارم. چخیلی من خودت برای ما بگوی تیارم. خب همین از کار کنیم. دو تمرین اولا بچه اسم خون سلام همه کسان نازنین سوزیم. و علیکم سلام. شکر خدا سوزیم. تنجین شما سوزیم. خوش آمدین. Simple man you haven't got. بله you haven't got a new bike. رقم 3 بچه اسم خون you haven't got. درست بهترین. بچه اسم خون تشکر زیاد. خب رقم 3 simple man I haven't got. بچه اسم خون I haven't got. درست. 2 تا لایک. I haven't got. رقم 4 بهترین. بچه اسم خون we haven't got. درست بهترین. we haven't got an ice cream. We haven't got an ice cream. Simple man we haven't got. درست. بچه اسم خون they haven't got. رقم 5 درسته. they haven't got. they haven't
they haven't got. بعد یعنی اوچه اسم خون آمدن دیگه اسپتی نوشتن اکادستیم بهترین they haven't got نوشتیم آخرانش رقم 6 you haven't you have اوچه اسم خون you haven't got بله simple man they haven't got این از پیشی نبود بله simple man you haven't got بله درست you haven't got می شود you haven't got درست you haven't got a green kite اونها بادبادک سبز ندارن خب کام ترمایده میکنیم چون که تمرین دیگری اکران بیایه خب تمرین دیگری نیا کنیم write questions and answers یعنی میگه سوال و جواب ها رو نویسین در اینجا بگیم که جمله پره نیسته یک تاشا جمله سوالی میکنیم یک تاشا جمله جوابی میکنیم خب یکمش نیا کنیم جانشین شخصی آورده است و یک کلمه آورده است مثلا they a watch پس چخیل سوال میکنیم که آیا اونها ساعت دارن میگیم که have they got a watch آیا اونها ساعت دارن در جواب yes they have بله دارن خب رقم 2 را چخیل کار میکنیم دختره که قدیم لیگ مولتیک تماشا داشتم که افیل کرد در آمدن و چه اسم میخون you haven't got اینو نوشتیم simply they haven't got نوشتیم ایره دختره که غریب خیلی بس بگه نکرد باز اینمی 3 کلمه دیگه مونده اید دختره که غریب همی 3 جمله دیگه مونده همی رو بنویسیم تمامش میکنیم برای این امکان نشود you haven't got simple man you haven't got یه چیزی پیشینه بوده از درسی از تمرینی پیشینه بوده فیلمه یعنی نیاز در تمرین حاضره هم جمله سوالی تیار میکنیم هم جوابش تیار میکنیم فیو دختره که غریب خب اوچه سمیه خان we have a new teacher نه نادرسته جمله سوالی اوچه سمیه خان simple man جمله سوالی simple man have we got a new teacher نه نادرسته جمله سوالی ملک خانم خواهش میکنم اپای فیو خواهش میکنم لطفاً خب اوچه سمیه خان simple man جمله سوالی یکم یک چه اومدگیه they اومدگیه و a watch اومدگیه اگر یک کس سوال کنیم که آیا اونها ساعت دارن پس چه سوال میکنیم have they got a watch have you got a watch have I got a watch have we got a new teacher okay simple man have we got a new teacher بله نه نگفتنش simple man درسته خب یکم کلمه have رو میاریم have خب اینجا we اومدگی است have we got have we got a new teacher علامتی سوال درست شد اکنون چخیل جواب میتیم no we ایما را بخوان یه بار دیگه جدا نوشتن که simple man have we got a new teacher درست جوابشون نوشتگی نه no we haven't بله درسته no we haven't میشود درست no we haven't خب no we haven't درست نوشتین خب شیرال تبار اوچه سمیه سردار سینف بهترین اوچه سمیه have we got a new teacher نه درست شد بله have we got a new teacher have we got همون ایره که آوردن که باید we و got است همون را نمیاریم ایره have we got a new teacher نمیخواه میشه فیل درست دلستان گوش کنیم بخفگی خب بهترین تشکر اپای فیو و تشکر از شما هم اپای ملک یا خواهر ملک برای اخلاق خوب نشان دادن برای خوب معامله کردن از هر دوتان تشکر میکنیم simple man have I got red nose نمیخواه جان بله
have میاد در اینجا. خب no you haven't درسته. no you haven't میشوه. و چه میخون have I got a red nose درسته. نوشتگی هر دوی شما درسته. have خب have I got a red nose. No you haven't. No you haven't. Okay. رقم 4 you a robber. خب چه اسم میخوایی؟ have you got a robber درست. have you got a robber بهترین. have you got a robber. خب جوابش چی میگیم؟ yes I یا اون کس نوشت. yes I have. انا نوشتن که simple man. have you got a robber? yes I have. yes I have درست. تشکر. آخران جمله. خب شرالی تبارک معلم دینا подпис چیکاتون 1000 بود. چی با کم شدین؟ شاید پشیمان شدن گفتن دیگه نمیخونیم انگلیسی. برفتن. خب چه اسم میخوان؟ yes I have بله درست. آخران جمله را بگیم. جمله پنجم. آیا اونها کامپیوتر دارن؟ چخیل میگیم؟ خب چه اسم میخوان؟ have they got a computer بله. have they got a computer. خب جواب شما هست. simple man have they got a computer. no they haven't درست. no they haven't درست. بهترین. چه اسم میخوان؟ no they haven't بله درست. بهترین. تشکر از کسانی که در اینجا حاضر جواب دادن و با سوالات جواب دادن، خصوصا با سیمپل من و چه اسم میخوان. خیلی میندور هستیم و در اینجا یک موضوع نو آغاز میشود. این را درسی آینده میگیریم و از کسانی که وقتاشون نگرفتیم معذرت میخوایم که شاید که درس کمی طول کشید. معذرت خواهی میکنیم. انشالله که فکر میکنم از فایده خالی نیست. یعنی اگر چنده که همه این در ذهن ما نشینه، شاید که یک جمله دو جملهش در ذهن ما بشینه، به همین افراد سبب میشونه ما و شما زبان باز خوبتر از خود میکنیم. تشکر از همتون برای اشتراکتون. صحتمند و سربلند باشین. نگاه گفتن نگاه داشته باشین. مرحمت در خدمت هستیم. اون سوالا باشه، اون پیشنهادا باشه، اگر نباشه خب همین افرا قطع کنیم. و از شیرالی تبارک و از کی دختره که غریب ملک بخش میپرسیم که کمی دیر کشید، یا کمی دراز شد بگیم درس. نه سیمپل من احسن اوچه اسماعیل خان. ولی اوچه اسماعیل خان خیلی فعال هستن. تبریک به خیلی مادرایی که بگم که زبان انگلیسی را میدونن و از اینها فرزندای بابایا میرسن که انشالله که فرزندای خوب و باسواد بابایا میرسن. محمد یعقوبوف بلوکسین سفارت. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدید محمد یعقوبوف. تشکر برای آمدنتون. اوچه اسماعیل خان سیمپل من. سیمپل تشکر به شما هم احسن. اکید سیمپل من برادر هستم. سیمپل من 100% استاد. بهترین. تشکر محمد یعقوبوف. معلم سازین افیر آخرش آمدم. و علیکم کی شکل خدو سازم تنجیم محمد. بله افیر همه آخرش آمدین ما مینندار هستیم. تشکر زیاد. سیمپل من ما بچه‌ام نکی نمیدونم اکاتونم یا دادر. سیمپل من بچه سمیه خان مادر هستن. شاید که برای ما مادر شوند یا که اپا شوند.
Simplemente ocha boshi ba fikram dodaram. Muhammad Yaqubov nav az trenirovka омадам бинам эфир будааст. Саломат бошед, ташаккури зиёд. Фею Simple-Man чӣ маъни дорад номтон? Simple-Man шуморо пурсиданд. Номтон чӣ маъни дорад? Мегӯям Муҳаммад Яқубов боксинг ҳамавақт нав бошед. Шуд. Ташаккур Муҳаммад Яқубов. Simple-Man марди оддӣ апай фею. Очаи Сумайхон кам-кам вақташда хондагием ҳозир дар кор мешавад барои фарзандо. Бале дуруст. Модар хуб падар басавод боша, падар дар беруна бисёр вақт, аммо модар басавод боша, яъне фарзандоро хуб тарбия мекунад, хуб ба воя мерасанд. Шояд фарзандо биям бигӯям модар ҷаш нафаҳмида масалан чӣ мешавад дарси англисимон, ҳатто кӯмакшон мекунад, ёрдамшон мекунад, яъне фарзандо хуб ёд мекунад заданро. Фею раҳмат. Фею рост мегӯед муаллим. Очаи Сумайхон Simple-Man додар. Апай хоҳар Мелек хафа шиданд чи ё баромаданд ё ҳаминҷа бошен? Хафа нашинанд ки хеле баъзе вақт дар эфиро мешавад ва иншоалло ки апай фею ҳам гапи сахт нагуфтанд, ганда нагуфтанд. Фақат гуфтанд ки вақти дарс аст, баъдан чақчақ мекунем. Инак вақти чақчақ омад, агар ҳаминҷа бошем биен чақчақ кунем иншоалло. Суҳбат кунем, суҳбати бародаронаву хоҳаронаву апаги бигем да. Хоҳар апаги касе ки байни занҳо бошанд. Хуб, Simple-Man гап нест, додар бигем, бениҳоят шод мешавем. Апаи Сумайхон. Очаи Сумайхон ҳастанд Simple-Man. Очаи Сумайхон ё Сумайхон ба фикрам ки духтарашон аст. Саҳар 984 будем, ҳозир 985 нишон додистай, яъне дар як рӯз як кас омад. Дар як рӯз агар як кас биёяд, аз ин фаҳмида мешавад ки дар 15 рӯз баъд 1000 мешавад. Агар як касе биёяд. Агар дар 3 рӯз як кас биёяд, пас дар 45 рӯз да. Хуб дӯстони азиз, дигар гапа зиёд намекунем. Агар байни худ гап дошта бошед, марҳамат суҳбат кунед, агар надошта бошед, худоҳофизӣ кунем, чунки вақтҳои дигароро нагирем. Simple-Man фармо додар. Фею иншоалло чӣ овоз мегирифт? Фею иншоалло муаллим ҳоли оҳиста зиёд мешавад. Иншоалло насиб шавад. Табаррак ҳамин дина 1000 буд, бале 1000 буд. Ҳамин саҳар хистем 1000, ҳамин саҳар 984 шуд. Фею раҳмат ба ҳама, шабҳои раҳмонӣ. Саломат бошед, ба шумо низ шабҳои раҳмонӣ. Ташаккур аз шумо барои иштироктон. Simple-Man ба ҳама хобҳои раҳмонӣ. Гуфти апай Фею. Саломат бошед. Simple-Man зиндаву сарбаланд бошед. Очаи Сумайхон ба ҳаматон шаби хуш, хобҳои раҳмонӣ. Саломат бошед. Ба ҳаматон шабҳои раҳмонӣ, хоби хуш. Ба забони англисӣ good night, ба забони русӣ доброй ночи, ба забони арабӣ лейла саида, ба забони туркӣ игеҷалар, ба забони тоҷикӣ хоби хуш. Хоб ба чӣ забон бомон? Хайр мондагиашо шумо бигем. Фею раҳмат муаллим. Саломат бошед. Эй мардуми бедор, паноҳтон ба худо, то дидани дидор паноҳтон ба худо. Сарбаланду камёб бошед. Шерали табаррак дина шаб хобшон набурдай отписаться кардем.
دسترخوان زیبا، شبای خوش، خواب شب خوش.